مقامات مصر سبب‌های شکست وحشتناک تیم ملی فوتبال در جام جهانی سال 2018 را تحقیق می‌کنند. طور العربیه میگوید کمیته پارلمان در امور جوانان و ورزش از جمله معین خواهد کرد که چرا پایگاه تمرینی منتخب مصر نه در مرکزهای نزدیک به بازی بلکه در گروزنی پایتخت چچنستان جایگیر شد. وکیلان مصری باور دارند که محض به همین سبب دسته ملی فوتبال این کشور در جام جهانی به شکست روبرو شد. کمیسیای تفتیشاتی این چنین می‌خواهد مشخص کند که چرا با پایگاه بازیگران و مهمانخانه آنها تاجران و هنرمندان راه یافتند. وکیلان پارلمانی مصر اشتراک نیم حمایتگر تیم ملی محمد صلاح در ضیافتشان با رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنستان و تقدیم عنوان شهروند فخری آن کشور به صلاح را بررسی خواهند کرد. قبلا تلویزیون CNN خبر داد که صلاح می‌خواهد او را در سیاست استفاده نکنند و با این هدف نیت دارد از تیم منتخب برود. دسته ملی مصر در جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه بازی را با اوروگوئه، روسیه و عربستان سعودی باخت و از ادامه اشتراک در جام جهان محروم شد.